در شهر اسفره آزمون جمهوری فروغی صبح دانایی کتاب است دور شهری برگزار گردید. برای اشتراک در دور شهری آزمون جمهوری فروغی صبح دانایی کتاب است شماره زیادی داوطلبان از قشرهای گوناگون جامعه در شهر اسفره جمع آمدند. اعضای حکمان وابسته به ترتیب برگزاری آزمون معلومات داده ابراز داشتند که برای در سطح بلند تشکیلی و شفاف دایر شدن آزمون مذکور همه شرایط‌های لازمه فراهم میباشد. همچنین گفته شد که نسبت به سال گذشته در آزمون امساله فروغی صبح دانایی کتاب است شماره اشتراکچیان به مراتب زیاد گردیده است و این از آن دلالت می‌دهد که آزمون جمهوری فروغی صبح دانایی کتاب است بین ساکنان شهر اسفره محبوبیت بیشتر پیدا کرده است. کودکان و نورسان، جوانان و کلانسالان، اهل علم و ادب و فعالان کسب و کار گوناگون با آمادگی همه جانبه از روی نومیناسی‌های انتخاب نموده‌شان از ادبیات کلاسیک تاجیک و فارس، اشعار شاعران و نویسندگان معاصر، ادبیات بچگانه و آثار ایجادکاران جهان در نزد اعضای حکمان آزمون پارچه‌های نظمی و نثری و قصه و حکایه‌ها قرائت کرده به جمع آمدگان غذای معنوی بخشیدند. دوستدار شعر و شاعران هستم. پیوسته کتاب مطالعه می نمایم تا از جهان معنوی برخوردار باشم. من در بسیار آزمون‌های ولایتی و جمهوری اشتراک نمودم. من 2 سال باز است که در آزمون جمهوری فروغی صبح دانایی کتاب است در دور جمهوری اشتراک می نمایم. من زیاده از 6000 بیت شعر و داستان ها 150 تا آثار نثری از بر نموده ام. امسال نیز می خواهم در دور جمهوری آزمون فروغی صبح دانایی کتاب است جای اول یا جای شاه جایزه را اشغال نمایم. من باز بسیارتر شعرها را و کتابها را مطالعه نمودم. سال 4 می شود که من در هیئت حکمان آزمون شهری آزمون جمهوری فروغی صبح دانایی کتاب است اشتراک می کنم و در همین طول 4 سال دیدی دادم که یکم شوق و هوس خواندن بچه‌ها نسبت به کتاب بیشتر شده است. یعنی سال به سال اشتراکچیان داوطلبان به همه نومیناسی‌های آزمون زیاد شده است. در آزمون شهری بغیر از خوانندگان مکتب‌های میانه شخصانی کلانسال امسال آمدم. من گمان میکنم که در حقیقت آن اقدامی که سرور دولت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملتی ما پیش گرفتند در حقیقت یک ثمر داد ایستاده است و خیلی سریع وقتی می باشد و در حقیقت سطح کتابخوانی و کتاب دوستی و کتابدانی مردم را خصوصا بچگان را زیاد کرده ایستاده است. امروز در آزمون فروغی صبح دانایی کتاب است از روی نومیناسی خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان بچگانه برای من می نمایم. من زیاده از 2046 مصرع 2 داستان ضرب المثل ها و چیستان ها از بر کرده ام. من می خواهم که غالب آمده در دور ولایتی اشتراک نمایم. غالبان آزمون دور شهری و آزمون ولایتی فروغی صبح دانایی کتاب است را خط گرفتند.